ایا مادر تو را یاد کردم، در تنهایی چشم می پوشم و صدای خنده هایت به گوش می رسد. وقتی چشم می گشایم این صدا خاموش می گردد، زیرا این صدا تصور از خاطراتم بود. تو را یاد کردم مادر، چگونه سخنهای برایت بگویم تا تو در نزدم حاضر شوی و تو را آغوش گیرم، سرم را بالای کتفانت گذارم و راحت کنم. آه مادر، چشمانم از یاد تو همیشه نم هستند. چقدر وزنی، چقدر مشکل این دوری از تو را یاد کردم. بیا مادر، دست بر سرم بگذار و دلی مثل موجهای دریا پرتلاطم گشته‌ام را آرام نما. بیا که من با تو راز دل بگویم. ای رحمت خداوند، تو بزرگترین شخصی حیاتی، زیرا با این همه بزرگی مرا پهیل کردی. ای جنتی پروردگار در روی زمین، تو وسیله خوشبختی حیات من، زیرا تو مرا بزادی. بهر من شبها در سری گوهارم نشسته بی خوابی کشیدی. دو جویبار شیرت را از من دریغ نداشتی. تو را یاد کردم مادر، تو مثل گل هستی که از بوی خوش جهان معطر است. ایا مادر، تو را یاد کردم. از این دوره دلم شکسته است مثل نمازی مسافر.